کریل کابانوف عضو شورای حقوق انسان نزد پرزیدنت روسیه در پاسخ به شهروندان خود را از اشتراک اختیاری در عملیات ویژه در اوکراین منع کردن مقامات‌های کشورهای آسیای مرکزی پیشنهاد کرده است که خدمت در ارتش را برای آن زادگان این منطقه که شهروندی روسیه را گرفتند حتم می‌کنند. در صورت سرکشیشان از خدمت در ارتش کابانوف پیشنهاد کرده است که نه فقط خود آنها بلکه خویش و تبار این زادگان آسیای مرکزی را نیز از شهروندی روسیه محروم گردانند. این اظهارات تهدیدآمیز کابانوف در حالی است که سفارت تاجیکستان در روسیه روز 22 سپتامبر سال 2022 با نشر یک هشدار ویژه در پی اعلان موبیلیزاسیون به صف نیروهای مسلح روسیه و پیشنهاد ترتیب ساده گرفتن شهروندی روسیه بعد همگی یک سال خدمت در صف ارتش این کشور شهروندان تاجیکستان را پیرامون جوابگری جنایی داشتن اشتراک در جنگ‌ها در کشورهای خارجی هشدار داد. در بیانیه سفارت تاجیکستان در روسیه در این باره چنین گفته می شود: با توجه شهروندان محترم جمهوری تاجیکستان، سفارت جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه هموطنان خودش را هشدار می‌دهد که از اشتراک در عملیات جنگ در قلمرو دولت‌های خارجی خودداری نمایند، زیرا مطابق کودکس جنایی جمهوری تاجیکستان برای این عمل جوابگری جنایی پیش بینی شده است. روز 21 سپتامبر سال 2022 پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در پی به کمبود شدید نیرو روبرو شدن و مجبور به عقب نشینی شدن ارتش کشورش در جنگ اوکراین فرمان درباره موبیلیزاسیون به صف قوه‌های مسلح این کشور را امضا کرد. یک روز از آن پیش دومای دولتی روسیه قانونی را قبول کرد که بر اساس آن شهروندان خارجی علاوه بعد یک سال امضای قرارداد برای خدمت در صف ارتش این کشور می توانند صاحب شهروندی روسیه شوند. تا کنون شهروندی روسیه را به زرخریدان خارجی بعد 3 سال خدمت در ارتش این کشور داده میشد. بعد قبول این قانون شهردار مسکو سرگئی سابیانین خبر داد که در مرکز مهاجران در سخارا معرکه گسترده برای جلب مهاجران به صف ارتش راه اندازی می شود. روز 21 سپتامبر اعلان‌ها با پیشنهاد دریافت شهروندی روسیه بعد همگی یک سال خدمت در ارتش این کشور در همه جا پیدا شد و همزمان ده‌ها تن از زادگان تاجیکستان که شهروند روسیه شدند از کمیساریات‌های حربی محلی زیست خود در این کشور دعوتنامه گرفتند. خطر فرستادن آنها به جنگ اوکراین باعث با صورت عمومی به ترک قلمرو روسیه اسب کردن هزاران نفر نه فقط زادگان تاجیکستان یا آسیای مرکزی شد. روزهای 21-22 سپتامبر نرخ چپته‌های پرواز از روسیه به تاجیکستان چندین مرتبه بالا رفته. در گذرگاه‌های زمینی مرزهای روسیه با گرجستان و قزاقستان و بلاروس نوبت‌های طولانی چند کیلومتری پیدا شد. در تاجیکستان در حقیقت بر اساس ماده جنایی این کشور 401 برای زرخریدی جوابگری جنایی مقرر کرده شده است، از جمله برای جلب شهروندان این کشور برای اشتراک در عملیات جنگی در کشورهای دیگر همچون جزا از 5 تا 12 سال و برای اشتراک بی‌واسطه در جنگ‌های خارجی از 12 تا 20 سال زندان پیش بینی شده است.